در اولین انتخابات پرزیدنتی امامعلی رحمانوف کاملا شکست خورد. بعد از اون درک کردید که عبدالله جانوف پیروز شده است و واقعا هم با شاهدی همه مردم، همه ملت عبدالله جانوف پیروز شده بود. مجبور شد که دروغ بگوید و اولین دروغ بزرگ او در سیاست کلان از همون جا شروع شد که او با یک دروغ و تقلب به سر قدرت آمد و من فکر میکنم بدبینی رحمانوف از ملت تاجیک، نفرتش به ملت تاجیک از همونجا شروع شد. وقتی که درک کرد که ملت به او رأی نداد و او از ملت رأی رو دزدید، این منصب پرزیدنت رو از ملت وقتی که دزدید، دیگر طبیعی است که مثل یک دزد طول 30 سال رفتار میکند و همیشه نسبت اون صاحب مال نفرت دارد، زیرا میترسد که صاحب مال یک روز نه یک روز برای این مالش دعوا خواهد کرد و تلاش میکند که تا آخر این صاحب مال جرأتی گپ زدن نداشته باشد، جرأتی دعوا رو نداشته باشد. اما به خبر از اون که بالاخره تاریخ حرف خود رو میزند و دیر یا زود صاحب مال یعنی ملت تاجیک این مالش رو، رأیش رو، آزادیش رو از رحمانوف طلب خواهد کرد که الکی الحمدلله این قدم های اول آغاز شده است. بنابر همین من فکر میکنم که دروغ اول رحمان این در همون انتخابات 1994 بود. من یک مثال رو از تجربه خودم، از شنیده و دیده های خودم بگم. سالهای 2010 بود یا 11 در یکی از پیام های نوبتی سالانه رحمانوف در پارلمان در عرفه کدام انتخابات پرزیدنتی بود به فکرم یا کدام انتخاباتی بود که رحمانوف درباره انتخابات ها صحبت میکرد در پیام سالانش و گفت که تاجیکستان انتخاباتی مثل همیشه انتخابات دموکراتیک و شفاف برگزار خواهد کرد و خیلی با همون اسلوب و با همون صلابت و با همون صدای بلند یک دروغ رو میگفت که در تالار نشسته‌ها تقریبا 100% یا حداقل 90% میدونن که در تاجیکستان چگونه انتخابات برگزار میشد. و در پهلوی من یکی از همکارانم نشسته بود از وکیلان مجلس و یک کمی ناراحت بود و به خود کمتر میپیچید و غرغر میکرد. گفتم فلانی چی شد؟ چی کرد؟ بعد گفت که آخر همین حرف رو من حیران میشم چگونه از منبر در روی ما با چشم ما نگاه کرده میگوید که در تاجیکستان انتخابات ها همیشه دموکراتی بود و ما همیشه حکومت رو، قدرت رو برای دموکراتی در دست داشتیم. ها گفتم چرا به خودت چی؟ گفت که آخر من میدونم که من در همون سالهای انتخاباتی که این کس پرزیدنت انتخاب شد من مسئول یک منطقه بودم. حالا نمیخواهم نام منطقه رو بگیرم که کدام منطقه بود تا اینکه باز نگن که کی بعد وکیل شد از اون مسئولان منطقه باز اون بنده خدا در بلا گرفتار نشود. گفت من مسئول فلان منطقه بودم و بعد از اون که حالا دیگر ما عادت زیاد تقلب انتخابات رو نداشتیم، یعنی اولین انتخابات پرزیدنتی با شرکت رحمانوف بود و ما هر چیزی که پروتکل ها بود با دوشنبه روان کردیم و اصلا خودمون در مرکزم زیاد در همون مرکز ولایتم حساب نکردیم و گفت از دوشنبه به من زنگ زدن که چیکار کرده ایستادید، این چه رقم بود شما به ما فرستادید؟ گفتم چی شده است؟ گفتن شما پروتکل رو فرستادید که عبدالله جانوف در اینجا پیروز شده است. خب گفتم انتخابات است دیگه، از دست من چی میاد؟ حالا چیکار کنیم؟ گفتم که خودتون در همون دوشنبه هر کاری میکنید بکنید، ما روان کردیم. گفتن نه این کار باید در ولایت صورت بگیره، ما برمیگردونیم شما در اونجا از نو پروتکل ها رو درست کنید. گفت ما همون شب دستور دادم به همه مسئولین که تا سحر گفت از نو حجت درست کردن و پروتکل کردن، باز از نو بعد دوشنبه فرستادیم. نصف روز باز زنگ زدن از کمیسیون مرکزی انتخابات که فلانی تو چیکار کرده ایستادی، ما رو در اینجا مسخره میکنی. گفتم چی شد با؟ گفتن شما با رحمانوف 120% آواز رو فرستادید، یعنی اون مقدار آواز و پروتکلی که شما فرستادید اگر همه مردم تاجیکستان بیان در اینجا اشتراک هم کنن، مردم ولایت به این حد آواز نمیشه، یعنی 100% هم شود، شما 120% آواز فرستادید، مرده ها و هر کسی که در تاجیکستان نیست اینا. بعد گفت که من به اون مسئول کمیسیون گفتم که من دیگه نفهمیدم با شما چیکار کنم. یک بار فرستادم میگه که عبدالله جانوف پیروز شده است، دوم بارم میفرستم میگه که از حد زیاد فرستادید. خب هر چیکاری که خودتون میکنید بنویسید رقم رو بیاد اینجا اعضای کمیسیون ولایتی ما امضا خواهند کرد، همش رو من جمع میکنم. گفت همون کار رو کردم، یک رقمی نمیدونم چند فایز رو نوشتند اومدن امضا کردند و رفتن. یعنی وقتی که اون آدم میگه ببینید من این کارو با دست خودم کردم و با این آدم اینقدر آواز دادم در انتخابات، این در رو برای من ایستاده درباره انتخابات یک طرز صحبت میکند که گویا که راست میگفته باشد و منم مجبور که باور کنم و این یک حقیقت باشد. یعنی تا این درجه منظورش این بود که آدم نباید یک دروغ رو بسیار هم نشرمیده و خجالت نکشیده به تکرار بگوید. حالا من این مثال رو از
نقل قول کسی که خودش در انتخابات نه تنها شرکت کرده است بلکه این پروتکل ها را با دست خودش تغییر داده است و بازم این دعواهای یا دروغهای روی راست رحمانوف را در رو برویش نشسته باید مجبور است که گوش کند و تحمل کند. مطمئن باشید بعد از اون که وضعیت ها تغییر میکند هنوز هم که شاهدهای این انتخابات ها از بین نرفتن پر ثبت شدن یا با کسی نقل کردن، اینا حتما روی آب خواهند برآمد. در انتخابات 2010 وقتی که کارمندان کمیسیون مرکزی انتخابات به من میگفتن خب اونجا هم بالاخره انسان هستن، انسان‌های شریف با وجدان، ولی خب میترسن. اونا به من رقم‌های واقعی رو میگفتن که نهضت اسلامی تاجیکستان چند درصد رای آورد، رحمانوف چگونه نگران شد، چقدر به غضب آمد، چی دستورها دادن که این رقم‌ها عوض کرده شود.